ساعت با وقتی پراگ است و 14 است و شما در پخش مستقیم برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. سلام دوستان عزیز، امروز 22 می اطراف این موضوعها صحبت خواهیم داشت. در کلوب 15 نفر دیگر را با اتهام کمک مالی به محمد اقبال صدرالدین، یکی از مخالفان تندلحنی حکومت تاجیکستان، دستگیر کردند. برنامه جهانی آذوقه سازمان ملل احتمال به بحران غذایی روبرو شدن تاجیکستان را تخمین کرده است. وزارت کشاورزی میگوید آمادگی های لازم را روی دست گرفتند. 2 روز کارتوشک تخمش میخریم، قیمت آن 5 روز مثال میزنیم. و اظهارات وزیر نوی دفاع قرقیزستان درباره چندان زیاد نبودن مهترسالاری و یا دیدفشین مردم را به حیرت آورد. یک سرباز به نگهبان تیر پراند، تمام. کسی ارتش را احترام نخواهد کرد. من فکر میکنم که بدرفتاری موضوعی داغ است. مقامات انتظامی کلوب 15 نفر دیگر را با اتهام افراطگرایی و فرستادن پول به محمد اقبال صدرالدین، یکی از مخالفان تندلحنی حکومت تاجیکستان، بازداشت کردند. به گفته خویشاوندانشان 15 مهاجر سابق کاری از دهه خانه آباد را شام 17 می دستگیر کردند و اکثر آنها در بازداشتگاه ریاست کارهای داخلی قرار دارند. از این پیشتر در شب 14 به 15 می 9 ساکن همین دهه را نیز با عین اتهام دستگیر کردند که در تاجیکستان جزای سختی دارد. همکارانم این خبر را پیگیری داشتند و جزئیات آن را قبل از برنامه من از همکارم طاهری سفر پرسیدم. یک منبع نزدیک به ریاست کارهای داخلی در کلوب به رادیو آزادی گفت بازداشت این افراد که اکثرا جوانان و مهاجران سابق هستند بر اساس یک فهرست از سبربانک روسیه صورت گرفته است که به مقامات تاجیکستان دادند. با گفته او از این فهرست معلوم کردند که گویا مهاجران تاجیک هنگام کار در روسیه به حساب اصلاحنت که به محمد اقبال صدرالدین تعلق دارد پول فرستادند. این مخالف تندلحنی حکومت تاجیکستان که برنامه انتقادی درباره سیاست‌های دولت در یوتیوب برنامه نشر می‌کند، گویا از حساب مهاجران بازداشت شده پول به دست آورده است. یک منبع آگاه از قضیه به رادیو آزادی گفت پس از حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو در ماه مارس سال گذشته که اکثرا مهاجران تاجیک را به آن متهم کنند، برای همکاری در مبارزه با افراطگرایی و تروریسم سبربانک روسیه روی خط را به مقامات تاجیکستان پیشنهاد کرده است که در آن نام و نسب افرادی که به حساب محمد اقبال صدرالدین پول فرستادند نشان داده شده است. و قول مصاحب ما این مسئله فقط به کلوب ربط ندارد و ممکن است ساکنان دیگر شهر و نواحی هم در آن فهرست باشند. از همکارم همچنین درباره شرح مقامات رسمی و نظر خود محمد اقبال صدرالدین پرسیدم که آیا درباره این بازداشت ها چیزی میگویند و یا گفتند. مقامات رسمی تا کنون در این باره خبری ندادند، نه از وزارت کارهای داخلی و یا دادستانی که سالهای پیش درباره بازداشت افرادی که به افراطگرایی متهم شدند خبری زیاد نشر می‌کردند، اما درباره دستگیر شدن تقریبا 25 نفر از یک دهه شرحی رسمی تا کنون نآمده است. نزدیکان بازداشت شدگان هم از ترس مقامات درباره حادثه چیزی نمیگویند و البته به قول بعضی از آنها به والدانشان هنوز اجازه ندادند که فرزندان خود را ببینند یا معلوم نیست که آیا بازداشت شدگان وکیل دفاع هم دارند یا نه. محمد اقبال صدرالدین در یک پاسخ کتبی به رادیو آزادی نوشت که انتقال مبلغ به حساب اصلاحنت را رد نمی کند، ولی به گفته او هیچ نفری را که به حسابش پول فرستادند دستگیر نکردند. محمد اقبال صدرالدین ادعا کرده است که مقامات انتظامی تاجیکستان برای بازداشت شهروندان با هر بهانه از نام او سوء استفاده میکنند، آنگونه که میدانیم. و گفته محمد اقبال صدرالدین مقیم فرانسه و صاحب وبسایت اصلاح است و صحیفه های او را دادگاه عالی تاجیکستان افراطی اعلام کرده است و وزیر خودش هم در تاجیکستان با اتهام تندگرایی اسلامی پرونده باز کردند. خودش تمام این اتهامات را رد میکند، اما در گذشته هم در تاجیکستان چندین نفر را برای صحبت در برنامه‌های محمد اقبال صدرالدین، همکاری با او و یا ارسال اطلاعات و مکاتبه با این منقلی حکومت به جوابگری جنایی کشیدند. تشکر همکارم طاهری سفر درباره بازداشتی 15 نفر با اتهام افراطگرایی و یا فرستادن پول به محمد اقبال صدرالدین، یکی از مخالفان تندلحنی حکومت تاجیکستان، صحبت می‌کرد.
سازمان ملل متحد در گزارش نوی بحران‌های غذایی برای سال 2025 تاجیکستان را در منطقه‌های تحت خطر کمبود آذوقه‌واری قرار داده است. هرچند تاجیکستان به شمول کشورهای دارای بحران شدید غذایی وارد نگردیده است، اما چون کشور خیلی آسیب‌پذیر نام برده شده است. بار اول است که منطقه آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان را سازمان ملل متحد چون منطقه مایه نگرانی نامیده است. دلیل‌های سازمان ملل چیست و تاجیکستان با این خطرها چگونه مقاومت میکند؟ گزارشی از ارشاد سلیمانی و برات یوسفی در همین باره. раҷабали саидов кишоварз аз ноҳияи рӯдакӣ имсол дар заминҳояш картошка, лӯбиё, ҷуворимака ва навъҳои дигари зироат кишт кардааст. мегӯяд ҳар сол хароҷоти кишту парвариши маҳсулоти кишоварзӣ ба далели гароншавии нархҳо боло меравад. агар ҳамин чизое ки мақсад дору пору ҳамин чизи маҳсулоте ки дар ҳамин маҳсулот мерава мақсад ҳамино агар нархаш қимат шид ҳамин мо мақсад доруш картошкара тухмиша мехарем қимат ана поруша мисол мезанем коркарчай намед мисол як техникара медурури ҳама ҳамин коркарчай ҳисоб мекунӣ баъд мақсад давлош чанд мемонӣ ҳамин мумкин боло рафтанаш нарх қимат ғалт мисол қимат чи даму чи маҷбуре ки қимат шавад. нигаронии ин кишоварз аз болоравии нархи маҳсулоти ғизоӣ дар соли ҷорӣ дар ҳолест ки ахиран барномаи ҷаҳонии озуқаи созмони милали муттаҳид дар гузориши ахири худ Global Report on Food Crisis 2025 аз эҳтимоли ба буҳрони озуқа рӯбарӯ шудани Тоҷикистон ҳад задааст. тибқи ин гузориш ки 16 май нашр шуд, Тоҷикистон дар баробари чанд кишвари дигар дар пасманзари мушкилоти иқтисодӣ, нархҳои баланди маҳсулоти ғизоӣ ва паёмадҳои шадиди тағйироти иқлим чун кишвари осибпазир номбар шудааст. аз диди муаллифони ин гузориш ин омилҳо дар ояндаи наздик бесуботии озуқавориро амиқ карда ва ба дастрасии аҳолӣ ба маҳсулоти ниёзи аввал таъсири бад мегузорад. раиси ҷумҳури Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон низ дар нишасти кишоварзии Данғара бо ҳузури вазирон ва раисони ҳама шаҳру ноҳияҳо нигаронии мушобиҳе дошт. тибқи арзёбии коршиносон соли 2025 дар дунё соли гардтарин дар таърихи мушоҳидаҳо пешгӯӣ шудааст. чунин омилҳо боиси мушкил шудани таъминоти аҳолии ҷаҳон бо озуқаворӣ гардида истодаанд. равандҳои мазкур ба кишвари мо низ бетаъсир нестанд ва мо бояд барои пешгирӣ кардани оқибатҳои манфии онҳо ҳаматарафа омода бошем. масъулони вазорати кишоварзӣ дар як суҳбати бидуни сабт гуфтанд ки ин ниҳод омодагиҳои лозимро барои ҷилавгирӣ аз буҳрони ғизо рӯи даст гирифтааст ва ҳукумат ҳамаи ниҳодҳои дигарро вазифадор кардааст ки барои кам кардани хавфи буҳрон чораандешӣ кунанд. бар пояи иттилои вазорати кишоварзӣ соли 2025 дар майдони 424165 ҳектор кишти баҳорӣ шудааст ки аз ин ҳамагӣ 103672 гектарро ғалладонагиҳо ва 87411 ҳекторро сабзавоту полезиҳо ташкил медиҳанд. сарфи назар аз ин ҳамасола Тоҷикистон миқдори қобили мулоҳизаи маҳсулоти ғизоӣ ва кишоварзиро аз хориҷи кишвар меорад ки дар соли 2024 бештар аз 220 000 тонна маҳсулот бо арзиши наздик ба $200 миллион ворид шудааст. тибқи гузориши барномаи ҷаҳонии озуқаи созмони милали муттаҳид дар соли 2024 дар 53 кишвар бештар аз 22 миллион нафар ба сатҳи баланди камбуди ғизо рӯбарӯ шудаанд. ҳамчунин дар соли гузашта 190 миллион нафар дар 40 кишвари дунё ба буҳрони ғизо гирифтор шудаанд. کارمندان پلیس روسیه 6 نفری را دستگیر کردند که برای اقامتی بیش از 1000 مهاجر غیرقانونی مساعدت نمودند. در این باره ایرینا ولک سخنگوی وزارت کارهای داخلی با نشر ویدیوی لحظه بازداشت این گمانبران در تلگرام خبر داده است. به گفته او رسمیت غیرقانونی را صاحبکاری راه اندازی کرده است که در گذشته هم برای بی‌اعتنایی به قانون‌های مهاجرت و کار
به زندان محکوم شده است. ایرینا ولگ میگوید که این صاحبکار همراه شریکانش سازمان‌های انتخابی کارگران را تأسیس داده برای مهاجران سندهای غیرقانونی آماده می‌کردند. از جمله به شهروندان آسیای مرکزی قراردادهای کاری ساخته می‌دادند تا بر اساس آنها حق اقامت به دست بیارند. مفتشان برای تشکیل موجت غیرقانونی پرونده جنایی باز کردند که برای این کار تا 15 سال زندان پیش بینی شده است. مقامات روسیه اکثرا مهاجران را به اقامت و کار غیرقانونی در این کشور گناهکار می‌دانند، ولی درباره راه دادن به مهاجرت غیرقانونی و چشم پوشیدن مقامات به این چیز احیانا صحبت می‌کنند. میرویم به قرقیزستان که در این کشور موضوع مهترسالاری یا دیدافشین دوباره پربحث شد. این بار یک اظهاراتی وزیر نوی دفاع این مسئله را داغ کرده است. وی گفته است بدرفتاری در ارتش حالا چندان موضوع داغ مهم نیست و تاکید کرده است که تربیت سربازان باید هنوز از کودکستان و مکتب آغاز شود. این اظهارات منصبدار در پس منظر چند مورد رسانه‌ای شدن لطوکوب نوسکران در قرقیزستان سر و صدای زیاد پا کرده است. گزارش تلویزیونی نسته شیوریم در این باره را همکارم خیرامان بقازاده تقدیم می‌کند. وزیر تازه تعیین دفاع قرقیزستان روسلان موکامبетов در پارلمان گفته است بدرفتاری در ارتش چندان موضوع داغ نیست. این اظهارات او در حال صدا داد که چند حادثه اخیر آزار و اذیت سربازان در قسم‌های حربی نگرانی مردم را بیشتر کرده است. هفته گذشته پرزیدنت صادق جابورов در نهادهای قدرتی تغییرات کادری انجام داد و وزیر دفاع بختیبек бекболотов را دبیر شورای امنیتی قرقیزستان تعیین نمود. اجرا کننده وزیر دفاع روسلان موکامبетов اعلان شد و پیشتر در این نهاد معاون وزیر بود. نامزدی او در این مقام اخیراً از سوی یک کمیته در پارلمان بررسی شد. نخست از او درباره دیدافشینه یا مهترسالاری در ارتش پرسیدند. سوال شد که با چی راه مبارزه خواهد برد. من نمیگویم که موضوع مهترسالاری داغ است، ولی ما بعضی برنامه‌ها داریم و یک جا با وزارت معارف کار را سر کردیم. ما فکر میکنیم که تربیت دعوت شونده ها را نباید از ارتش سر کرد. این را باید از کودکستان آغاز کرد و باید والدان و مکتب ها به این کار مشغول باشند. با گفته وزیر بنابراین از این به بعد افسران مستعفی به مکتب ها رفته با خوانندگان صنف‌های بالایی برای آمادگی به دعوت صحبت ها می گذرانند. وزیر نو می خواهد برای مطابق شوی دعوت شونده ها به حیات نظامی در ارتش برنامه نوی راه اندازی کند، اما تحلیلگران با این راه از بین بردن زوراوری در ارتش را در گمان می دانند. مراد بیشنف معاون پیشین وزیر دفاع اظهار نظر وزیر را که گفت مسئله مهترسالاری را داغ نمی داند تعجب آور می خواند. یکی از مسئله های داغ‌ترین این دیدافشین است. شما می توانید که مجموعه S300 یا S400 یا هر چیز دیگر را داشته باشید، ولی یک سرباز به نگهبان تیر پراند، تمام. کسی ارتش را احترام نخواهد کرد. من فکر می کنم که بدرفتاری موضوع داغ است، عیناً مثل آمادگی حربی، تمرین های جنگی و ترتیب و انتظام، و این سه چیز ستون است که ارتش به آن تکیه می کند. در قسم‌های حربی قرقیزستان حادثه‌های بدرفتاری با سربازان نوآمده کم نیست. هرچند مقامات دفاع از ریشه‌کن شدن مهترسالاری خبر می‌دهند، اما پیوسته خبرها درباره تا مردن لطوکوب شدن نوسکر یا خودکشی سربازی رسانه‌ای می‌شود. حادثه اخیر در یکی از قسم‌های حربی کمیته حالت‌های فوق‌العاده قرقیزستانی‌ها را تکان داد. هفته پیش به شبکه‌ها نواری راه یافت که در آن افسر نوسکران را تحقیر و مجبور می‌کرد مثل شترمرغ ایستند. حادثه ماه فوریه سر زده است و افسران گناهکار را تنها پس از آن جزا دادند که نوار به اینترنت راه یافت و واکنش جامعه را به میان آورد. آن زمان پرزیدنت وزیر دفاع را هشدار داده رئیس قسم حربی و چند افسر را برکنار کرد. نفر آزاردهنده سربازان را دادستانی نظامی بازداشت کرده است. دوستان عزیز، رسیدیم به پایان نشر نوبتی برنامه. سپاس که ما را همراهی کردید. اما خبرهای از این بیشتر چون همیشه میتوانید در سامانه azadi.org و همین گونه در صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، تیک توک و تلگرام و یوتیوب و ایکس پیدا کنید. فراموش نکنید که فردا نیز برنامه داریم و شما را منتظریم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.